طرف مره ولی خیلی جای قشنگ دوستا. این شهر همین برجایش اینجا تصویر کشته اینجا. ببینید چقدر قشنگ اینجا. ما کی هست امروز یک شهر جدید اومدیم اینجا که یک شهر خیلی تاریخی است با یک داستان خیلی قشنگ است دیگه. خیلی خوب چیزا دارن سایکو وای نختین هم نزدیک شدن مردم ها از این چیزا خیلی زیاد آوردن به خاطر سال نوشان. بابا نویل سایکو کلان داره بزرگ داره خیلی قشنگ. چه خلفای زیادی بستگدن، خلفای متفاوت است که کوچیک بزرگ دیگه. حتی قلفای بایسکل نخرم درش بستگدن. نمیفهمم که اونا واقعا عقیده داشتن که بستگدن یا که نمیفهم بیا مرخمی بستگدن. واقعا پول جالب است که در زیرش هم میتونین شاید در ویدیو بینگرین که پرنده های عاشق نشستن دیگه. خیلی یک دریای ترتمیز است، آبش خیلی تمیز است دیگه. واقعا خیلی قشنگ درست دیدن. سلام دوستای عزیز، همه قسم که میگنین. ببین این شهر که از جنگ جهانی دوم هنوز خراب نشده. ببین کوچه های تنگ و همچنان میبینین که مردم اینجا رستوران است در تقریبا بلی روش چوکی و میزار چنده و شهر خیلی قشنگ است واقعا. شهر تاریخی است واقعا. هر کس که اینجا نامده باید اگه بتونه از نزدیک ببینه. خیلی قشنگه دوستا. اتفاقا امروز هوا هم خیلی اول چی نبود ولی فعلا خیلی خوب آفتابی شده، قشنگ شده. خیلی واقعا لذت بخش در روزا یخی اگه هوا آفتابی شده. دوستا ما رقم میگنین اونجا مردم کلا توریستا از خارج میه و برای دیدن این شهر و آلی مثلا کسایی که از خارج میه یک نفر است درباره از شهر معلومات میده و هر کدام از اینا که زبان بلد نباشه بخشش میکروفون میده، یک رقم گوشکی میده که او خودش ترجمه نه. دوستا میر قسم همراه ما بیاین. ما میریم در طرف یک کلیسای خیلی بزرگ است دیگه. اونجا میریم، اونجا جای قشنگ است و یک حیات داره خیلی گلای قشنگه. دوستا کسایی که اینجا میایه ببینید از اینجا از این چیزا میخره. این صنایع دستی همین شهر است. بله از اینا میخرن و برای مثلا از کسایی که از راه دور میایه یا اینا رو میخرن برای فامیلایشان یا برای دوستایشان تحفه میبرن که یک هدیه یک چیزی کوچیک مثلا در یاد زی شهر داشته باشن دیگه. واقعا قشنگ است خصوصا که روز آفتاب باشه دیگه. هیچی پرسان نکن، نگاه کن خانه قدیمی رو با گلا یه رنگین چی شده، تزیین شده. واقعا سلیقه به خرج دادن. اصلا معلوم از کوچه ها و پنجره و همه چیشی دیگه. خیلی ساختمان ها رو که ما متوجه شدیم هم ساختمان اصلیش هم تیروش چوبی بوده. هوا قشنگه، اون کلیسا معلوم میشه از اونجا دیگه. ببینین که مردم آفتاب است همه در رستوران در کافی نشستن و دارن لذت میبرن دیگه. جای شما خالی دوستا، واقعا خیلی خوش گذشت. شما بیننده برنامه ما باشین، ما میریم بخیر اونجا، شما رو هم با خود میبریم. ببینین که چقدر مقبول ساختشتن. ما که هستیم علی دروازهش هستیم دیگه. آل بیننده باشین، ما میخواییم که داخل برم. تشکر که در باز کردین دیگه.
دوستا خیلی جالب بود که ما داخل از این رفتیم، تاریک بود، خیلی یک جای آرام بود، ما هم سایه بلند بلند کپ زدن نتونستم. دوستا ببینید اینا همه توریست هستن که از کشورهای دیگه اینجا میایه و چی میکنه. ببینید چقدر کوچه‌های تنگ واقعا تا زمانهای قدیم که جور شده، هنوز دیگه خراب نشده. ساختمان‌های قدیمی این شهر واقعا خیلی زیباست. دوستا ببینید این بوس که خیلی قدیمی است. فکر کنم منظور جنگ جهانی دوم مانده باشه، ولی قشنگ جا که باید تیکت بگیریم بعد سوار شیم دور بر از این چرخانه دیگه. یعنی کلیسای فکر کنم در حالت تعمیر است، اون بالا داره تعمیر منه دیگه، ولی قشنگه. اینجا که خیلی چیز است، خیلی ساختمان قدیمی دیگه، اصلا قشنگ مشخص است که خیلی قدیمیه دیگه. داخل قلعه که است فعلا نمیفهم چی است، ولی یک حولی خیلی قشنگ داره. داخل حولیش خیلی گلای مقبول کشت کرده و گلا خیلی قشنگ است. اره فعلا فکر کنم گل نداره ولی گلایش تق خورده، ولی درختایش هست. ما در تصویر میکشیم و شما را در جریان میگذاریم، یاش تصویر با شما شریک کنیم دیگه. با ما باشین، ما میریم طرف از این ساختمان. دوستا تشکر که با ما هستین، همیشه لحظات زندگی همیشه در کنار شما در خانه های شما می باشد. دوستا ما وارد قلعه شمالی ساختمان ها که واقعا خوشگلی خاص خود داره، خیلی ظریف کار شده از لحاظ ساختمانی. البته من نه انجینیر ساختمانی نیستم که تشریح کنم، بازم سعی کنیم واقعا چه گلای خوشگلی ساخته شدن. حتی در دروازه‌اش هم و بالا هم در زمانهای قدیم خیلی جالب است. با این در فیلم های هندی که بود قدیم اینا رو میدیدیم، اگه یادتون باشه اینجوری میکرد باز دیگه در مخوردک. اینا وقت رسیم دیگه، تیر ماه سالش در بازم گلاش مانده. دوستا هرچند که من توضیح بدیم بازم کمه. مجسمه رسه که از زمانهای من چون چند صد سال شاید عمر داشته باشه، ما نمیفهمم شهر کس از جنگ جهانی دوم یعنی که ساخته شدن تا بال خراب نشدن، یعنی مجسمه هم دمو زمان هست. از همون زمان میگه گلا واقعا گیتی یک باخشه خوب جای است که هر چقدر ما توضیح بدیم بازم کمه. بهتر همیست که خودونش متماشا کنید و نظریات خود بنویسین در کومنت. دیگه این خیلی جالب است. یعنی اینجا که یک تا حوض است که داخل حوض مردم نیت نه پیسه پرداخت نه، سیکل سینداره زیاد پول انداخته. دیگه خیلی خوشگل در وسط از این که یک توزیعگاه گذاشته شده که مردم میشه دیگه. در این طرفش که یعنی چی است؟ یک دانه هتل است که در اینجا باز مردم آرزوی خود میتونه جشن بگیره. دیگه این اینجا که زیاد گلا است. ما چون صدای مردن نبودن دوستا. ببینید هوا، ببینید درخت ها و خصوصا هوا رو ببینید، خیلی امروز قشنگه واقعا. جای شما خالی. ما این دفعه ای طرف دریا تیر شدیم، کشتی هنوز پر نشده، منتظر نفر است که پرشونه حرکت کنه. دوستا در اینجا که خیلی جالب است که مردم ها زیاد در پولا قفل بستن دیگه. اونا که هم عقیده دارن فکر کنم مثل ما و شما وره که ما و شما مثلا میریم در زیارت های خود دستمال بستبنیم یا مثلا نظر میدیم. اینا که هستن زیاد قفل بستم، نه هر جایی که میبینه که خوب یک جای محکم است، خوب است، هوا گرم است، مردم ها زیاد
سرد نیست که آدم یعنی از سردی بیرون شدن نتانه. خیلی جای قشنگی است واقعا. اینا چی سازای خوبی میزد دیگه. با این که بریم فکر کنم بازار هستن. واو چی کمربنده خوشگل آوردن. اینجا که است فکر کنم یک بازار است که بعضی روزا چی میشن یعنی ماین یعنی بازار کوتاه مدت هستن فکر کنم، چون که در روی زمین نوشته هستن هر کس پلتساشی مشخص هست فکر کنم دیگه نمبر دارن. اینا کسان فکر کنم خریده میشن باز مردم ها وسایلی که میخواین بفروشن یا مثل فلو مارک یا که مثلا بازارهای شخصی که میوه فروشی چیزا دارن میرن بازنن. واقعا ساختمان های خیلی قشنگ ساخته شدن. ساختمان های قدیم هستن هرچند ولی زیبایی های خود را داره. دیگه آمدین در گل فروشی. واقعا چی گل های خوشگل داره. او مای گاد واقعا گل های خیلی خوشگل آمده برای وینفتین. از گل های تازه ساخته شده ولی نام خدا خوب قیمتن، یعنی 25 روپیه یک گونه گل است. اوه چقدر زیاد کدوهای رنگارنگ آمدن. کدوهای هالووین نزدیکه. با هر شکلهای متفاوت. به خدا چی جالب است. اینا چی طور رنگ ساخته شدن. سعی که اینا رو چه خوشگلی ساختن. اینا واقعیت داره. ما که فکر میکردم قبلا میگفتم اینا چیه یعنی مساله ولی مساله نیه. واقعا مثل تاج مرغ است، تاج خروس است. چی گلای زیبا با رنگ های متفاوت. از یکی رد میشیم در دیگهشی خوشگلی دیگهش میاد. واقعا سعی کنین چی میوه های تازه را. واو. بعد چی سالاد یعنی گیموزه هایش سعی کنین. کلگیشون بیو است دیگه. از او گل فروشی خلاص شدیم باز آمدیم یک چند قدمی طرف باز دوباره گل فروشی آمد. گلای تازه برای هالووین نزدیکه. برای از اون آمده دیکوره که برای سال نو گل آمده. واقعا گلای خیلی قشنگ با رنگ های متفاوت خیلی ظریف. کچالنای بامیان بری ولی در کچالنای بامیان از ما خو نمیرسن ولی بازم کچالنای بیو. دو کیلو 6 یا به خدا چه قیمت. دیگه در شهر خوب بروبار است. وقدر شهر بزرگ هم نیست ولی بروبار است خیلی. این گلا رو که میبینیم واقعا خندن طرف آدم بکی روحی آدم باز میشه. شهر زیبا و صنعتی هستن. همه گردشگر آمدن که هر طرف میبینیم که مردم ها موبایل کامرا در دستشان هستن، ویدیو میگیرن، فیلم برداری میکنن. واو خیلی جالب. این شهر که در حال ساخت ساز هم هستن دیگه. خیلی دریاچه خوشگل داره. کسایی که زندگی منن واقعا خوش به حالشون دیگه. هر طرف که میریم گروه های رو میبینیم که اونا از خود همی مردم یا مثلا از دیگه کشور آمدن گرد هم نشستن داستان های هر تصویر به توضیح کشاندن دیگه با این بریم. دوستا می قسم که میگرین ما در بلیک پول هستیم میریم طرف داخل شهر. شما ساختمان ها ببینین که چقدر سعی از قدیمی مانده و حتی نقاشی ها و چیزایشه.
اما رقمی مانده، ولی کم تعمیر کرده دیگه، چیزا رو کم نداده. و ببینین درخت ها را چقدر قشنگ شده، فصل خزان است، واقعا خیلی زیبا شده، واقعا به زیبایی شهر دیگه چند برابر شده. این کس دریای چه خیلی قشنگ است، کشتی ها هست که مردم رو میبره طرف طرف دیگه، خیلی هم عالی هست. ولی هوا که آفتابی باشه خیلی واقعا لذت بخش است، چون شهر توریستی است. یعنی قم جمعیت میبینین خیلی اینمنا همه از جاهای دیگه آمده برای دیدن این شهر. اما قسم که ما در اول برنامه گفتم، این شهر که است از جنگ جهانی دوم دیگه، دو جنگ جهانی دوم خراب نشده. خیلی است. ببین آب ببینین یک بار چقدر زیبا است دیگه، واقعا مشاهده این صحنه لذت بخش است. دوستا ببینین چقدر امز قدیم که جور که در مرقمی مانده دیگه، هیچ تغییرات نبوده رویشه. ساختمان ها را قدیمی، پنجراش کوچیک در لب او قشنگ مشخص است دیگه. کوچه‌اش خیلی تنگ است دیگه. جمعیت ببینین، ما گفتم میتونم به راحتی که 90% از جمعیت که است همش توریست های خارجی هستن. ببینین ساختمان ها را، کوچه ها را، خلاصه هر چیز یک زیبایی خود داره. واقعا جای قشنگ است. خصوصا کسای اینجا رو خیلی خوش مونه که امی کسایی که پیر مردا و پیر زنا، یا بهتر بگیم امی کسایی که سنچی بالاست، زیادتر میده اینجی دیگه. اینجی را خوش مونه و اینجی از اینجا لذت میبره، و چون بخشش مهم است تاریخی چیزا دیگه. دوستا با ما باشین دیگه، خوش و خوشحال باشین. ما هستیم در خدمت شما. جایی است کشتی ساد میشه نفرار میبره. و باز ببینید درخت قشنگه که چقدر زیباست دیگه. کسایی که میاید کشتی سوار میشه، یک دور اینجا رو میزنه، خیلی قشنگ دیگه، خوش میگذره واقعا. دوستا ببینید این چی است. هر کس که شهر آمده حتما میشناسه این چی هست و کجا هست. تشکر.